عزیزان، خداوند عزیز رو حمد و سپاس بگید. کارهایی که برای شما در زندگی انجام داده رو ببینید. به خاطر نام خداوند عزیز افتخار کنید و شاد باشید، چون خداوند در همه حال به بندگان خودش محبت میکنه و حواسش به بندگانش هست. روزی که ما رو آفرید خواست که به ما محبت بکنه، پس شما هم به خاطر این محبت بی قید و شرط به خداوند خودتون اعتماد بکنید و با خداوند باشید، چون خداوند هر لحظه که شما فکر بکنید با شماست و خواهش میکنم که از محبت و عشق خداوند ناامید نشید.